تقریبا 6 سال می شود که شوهرش زن گرفته است و مناسبتش با همسری اولش بد شده است و گاه می شود که همسری اولش را دست می برداشته است و همین همسر یا مادر همین خواهر می پرسد که آیا زندگی کردن درست است با این گونه مرد و این حکم این گونه مرد چی می شود و من چیکار کنم؟ گفتم مصلحت پرسید از دنبال شما. به هر حال یعنی زدن زن این منهج جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی که حضرت عایشه مادر مومنین ها وصف میکنند یگان مراتبه زنی را یا حیوانی را یا خادمی را و چیزی را نزدن با دست مبارکشان صلوات الله و سلام علیه. این حدیث همیشه یعنی نصب عینه کند، در روی چشمش گذارد و این چنین این زنی که امروز در خانوادهش هست و مادر فرزندانش هست یعنی دختری یک کسی دیگر هست، خواهری کسی دیگر هست و خواهر اسلامی خودش هست و اینم روز می شود که دختری خود را به خانه دیگر کس می فرستاند. این چیزها را به خاطر بیارد. بنابراین حتی در معامله با همسرها باید اخلاص رعایت کرده شود. بله گاه می شود که محبت بین زن و شوهر گاه گرفته می شود. انسان میل به زنش ندارد، به خاطر فرزندها مثلا زندگی می کند. لیکن پیش از همه در همه کار خاطر الله را به پیش مانده شود. خب اگر مادامی که یعنی شوهرتان شما را زند، شما به احوال خودتان داناتر هستید خواهر، یعنی این زدن گاه ها شود و سببش هم جنگ و جنجال باشد، می شود که همین سببهای جنگ مقصد برطرف کرد. اگر امکانیتی برطرف کردن سببهای جنگ باشد کوشش کنید. یعنی اصلا شریعت اسلام طرفداری عائله است، یعنی برای ویران شدن عائله طرفدار نیست. الله سبحانه و تعالی جنها و شیطانها و سحرگران رو در قرآن کریم در سوره بقره وصف کرد که یفرقون بین المرء و زوجه، اونها بین مرد و همسرش جدایی می اندازند، یعنی کاری میکنن که عائله ها جدا شود. اصلا شریعت ضد جدا شوی عائله هست، لیکن اگر یک عملهای اجرا شود که در این حالت میشد بعضی حالتهایی که باید جدا شود حتمی هست. مثلا زن مسلمان هیچگاه باید در زیر شخص غیر مسلمان نباشد. فرض کردیم شوهرش دینی نصرانی یا یهودیت یا یگان بیدینی را انتخاب کرد، باید از نکاح او برآید. این حتمی هست، فرض است. یا مثلا کارهای حرامی اجرا میکند که به عائله آنها تاثیر بد میرساند، یعنی در این حالت ها میتواند طلاق طلب کند، جدایی کند اگر بیند که این عائله آینده ندارد و زندگی کردن با این شوهر یعنی ضررش از فایدهش دیده بسیارتر است. این چیزهای میسنجد. الله تعالی چندین قاعده ها گفتگی است. در حالت های جنگ و جدال مثلا یک نماینده از طرف داماد، یک نماینده از طرف کلینت یعنی از طرف مرد و زن می بیاد، صلح می اندازن. الله تعالی و صلح و خیر میگوید. صلح یعنی یک آدم از حق خودش کمتر می فراید، یک آدم کمتر می براید، یعنی صلح میکنن خلاف جنگ و جدال. خلاصه یک کاری کنید که البته بی مصیبت، بی جنگ، بی مشکلی کسی در این دنیا جنت را جستجو نکند برادر عزیز. فقط یک راهی یافتن جنت است. خیلی که شیخ الاسلام گفتند فی دنیا جنتون، در دنیا یک جنت است که کسی که به همین جنت وارد نشود به جنت آخرت وارد نمیشه. جنت معرفت الله تعالی، شناختن الله تعالی، محبت الله تعالی، محبت دین الله تعالی. وقتی که انسان خود را چنان در دنیا تصور میکند که گویا الله تعالی را میبیند یا الله تعالی او را میبیند، در این حالت مصیبت های دنیا براش سبک مینماید. یعنی به مصیبت های دنیا با چشم تحقیر نظر میکند، اهمیت نمیدهد، چون که این دنیا طبیعتاً دارای بلا، مصیبت، غم، غصه، مشکلی، درد است.
این دنیا مانند یعنی همین هوای گرم خنک است. این شما از دست شما نمیبیاد گرم خنکیه، یعنی موافقی خودتان کردن. همین گونه مصیبت و بلای غم و غصه ها. بنابراین تا میتوانید یعنی کوشش کنید عائله را مستحکم کنید و با نیکی بین همدیگر زندگی کنید. الله سبحانه و تعالی گناه های ما شما را مغفرت گرداند و با عائله شما سعادت و خوشبختی را نصیب روزی گرداند. والله اعلم.